معتقدم صورت سیاسی دولتش انقلاب شد، در صورت سیاسی جامعه هم تحول بزرگی صورت گرفت. یعنی رژیم شاهنشاهی رفته، رژیم جمهوری اسلامی آمده، مردم ما آزادی دارن، مشارکت دارن، مردم سالاری دارن. اما در قسمت دوم دولت، یعنی مدیریت کشور، یعنی حکمرانی کشور، یعنی نظام بوروکراسی کشور، هنوز یک انقلابی صورت نگرفت. این نوع حکمرانی رو در کشور قبول ندارم، این نوع مدیریت رو قبول ندارم. این نوع مدیریت حداقل هر سالی 90,000 میلیارد تومان پول حیف و میل میکنه. از بس دولت ما نهاد اسرافکاری هست که اگر به جای 270 یا 280 میلیارد دلار درآمد نفت، اگر 300 تا 400 تا 500 میلیارد دلار درآمد نفت می اومد تو این چاه ویل به نام این دولت با این سیستم پرهزینه خودش، این چیز سر سفره مردم نمیرفت. این یه شعاره که میگن سر سفره مردم وارد میشه.